آره اون موقع کار میکردم، از یه نفر خوشم میومد. بعد اگه شیفت صبح بود صبح میرفتم، اگه ظهر بود ظهر میرفتم. بعد تو عالم خودم فکر میکنم اینم منو دوست داره. بعد میرفتم و مثلا دنبالش و فلان و اینا. بعد یه روز شاید بگم بعد از 2-3 ماه دیگه گفتم با دلو به دریا بزنیم بهش بگیم. آره سر کوچهشون بود، جلوشو گرفتم کارو دارم وایسا چی و فلان، مثل الان که نبود. خب بعد گفتم آقا من خوشم میاد ازت فلان و اینا و شماره خونتون رو بده. اصلا یه جوری اصلا خیلی حالت بد، اصلا دنبال منه کسی ببینم اصلا تو از من خوشت اومده اصلا آبروم میره. عجب بابا. آقا مگه ما چمونه؟ آره دیگه اصلا دنبال من نیاد. اصلا حالم بد شد و شاید بگم یک 10 روزی 20 روزی اصلا افسرده شدم کلا. سخته آخه. آره اصلا تو رویای خودم اونم خوشش میومد، اون یه نگاه میکرد میگفتی دیگه این دیگه گذشت و اینا. بعد که خواننده شدیم اینا پیام داد و خوبی و سلامت. گفتم آقا الان که دیگه اشتباهه. آره الان که نه. اون موقع با هم میشد که